بسم الله الرحمن الرحیم. فرید بلوچ هستم از شهرستان سراوان. امید میکنم که حال همه بزرگواران خوب باشه. ما کوک قیچک رو به زبان بلوچی توضیح دادیم، ولی الان مجدد دوستان درخواست کردند که کوک قیچک رو به زبان فارسی توضیح بدیم. کوک قیچک مغزیه، یعنی تا حالا کسی نبوده که قیچک توضیح بده، ولی خب بنده حقیر با چیزی که از استادا یاد گرفتم 6 ماه روی یک نرم افزاری کار کردم به نام داتیونر. اینه برند از گوگل پلی دانلود بکنن. بعد با همین نرم افزار استادا قیچک کوک کردن. ما صدا رو 6 ماه طول کشید تا تشخیص دادم، تا اینکه کوک قیچک رو بر نرم افزار من در آوردم. دوستان هر کس قیچکی داره اول توجه کنه. اگر قبلا قیچک داشته و قیچکش مثلا جوری بوده که ناکوک زده، با این نرم افزار اول راحت کوک نمیشه. اگر قیچک، چون قیچک تاثیر داره، سیم در قیچک تاثیر داره، این خرک در قیچک تاثیر داره. قبلا هم گفتیم تنظیم قیچک هرچی که به این طرف سیما بره صدا قیچک کلوفتر میشه، هرچی به این طرف بیاد صدا نازکتر میشه. پس حد استاندارد کجاه؟ از پیچ تقریبا اندازه 4 سانت 5 سانتی بیای به طرف چپ، اینجا دیگه صدا استاندارده. پس اگر یکی در قیچکش سیم کلچ استفاده میکنه، انتظار نداشته باشه که قیچک بهترین آواز بده. اگر سیم تلفن استفاده میکنه، انتظار نداشته باشه که قیچکش بهترین آواز بده. همین روده هم تاثیر داره. این الان روده اصلی سنتیه، کار خودم درست میکنم، مال روده گوسفند مخصوص قیچکه. اگر پلاستیکی باشه در قیچک تاثیر داره، چون قیچک یک ساز کوریه و خیلی پیچیده است کوکش. ولی الان کسایی قیچک دارن برنامه داتیونر رو که دانلود کردن، بازش بکنن، برن رو آخرین گزینه کلیک بکنن. بعد از اینکه کلیک کردن برنامه آماده میشه. اینترنت خاموش بکنن، برنامه باز بشه، چون اینترنت روشن باشه تو برنامه پارازیت میاد، تو کوک مشکل ایجاد میکنه. سیم اول اگه بالا میزنن روی جی انگلیسی باشه، جی انگلیسی. اگر پایین میزنن روی اف باشه. سیم بغل که ما بهش تیپ میگیم، این اگر پایین کار میکنن روی سی باشه، اگر بالا میزنن روی دی باشه. بام هم همینجور، اگر پایین میزنن سی، اگر بالا میزنن دی. بام با این هم کوکه، ولی نصف این کوک میشه، نصفش بام. بعد میاییم سیم اول، روده هم که با این زبان هم کوک میشه. سیم اول آی انگلیسی یه نردبان بالاش. سیم دوم آی خالی. سیم سوم جی. سیم چهارم اف. سیم پنجم ای. سیم ششم سی انگلیسی. این ساز میگن ساز پلکانی. نگاه کن، حالا میایم اینجا نگاه کن، زبانه، این زبانه تیپ.
کسی اگر ذهن داشته باشه این سیم خودش راهنماییش میکنه. بعد میایم کجا؟ اینجا بام. خب اومدیم اینجا سیم اول، یک دو، پس یک بالاتره، نکن، یک دو، یک پیچ از اولی سیم اول پایین تره. میایم سه، سه از دو یک پیچ پایین تره. چهار از سه یک پیچ پایین تره. پنج از چهار یک پیچ پایین تره. شیش از پنج پایین تره. سه تا پیچ این طرف داریم، سه تا این طرف. این سه تا بالا کوک میشن، این سه تا پایین کوک میشن. این پیچ بغل، این با هر کدوم از این لاپسی ما بهش میگیم یا سیمای مثلا زیر، با هر کدوم که دوست داشتید میتونید هم کوک بکنید. الان ما اینو با این کوک کردم با اولی، ولی کارش چیه؟ کارش اینه اگر در این کوک ما یک جای یک سیم ناکوک باشه اینو کوک بکنیم جبران این سیم میکنه. این از این. بعد وقتی قیچه که ما کوک شد این باید این آواز بده. یک صدای سنتوری باید بده. خب کوک قیچه سیم اول نگاه کن، زیل زیل تیپ. اگر کسی ذهن داشته باشه این خودش راهنماییش میکنه. تیپ زیل روت بام بام. خب بعد میایم سیم اول نکن، یک. وقتی که سیمو کوک میکنید نباید گنگ باشه، باید حالت ارتعاش داشته باشه. صدا نگاه، یک دو. از سیم اول یک پیچ پایین تره. بعد سه از دو یک پیچ پایین تره. بعد چهار پنج شیش. پس ما سه تا پیچ داریم، سه تا این طرف داریم، سه تا این طرف داریم. این سه تا بالا کوک میشن، این سه تا پایین کوک میشن. بعد این بام با این تیپ هم کوک میشن، ولی نصف این، نصف این تیپ. این نگاه کن همین آواز میده ولی نصف این، یعنی نصف این کوک میشه، اندازه این نمیشه. بام موقعی که میخوای سرمقاله بزنی باید سرمقاله رو از بام باید بگیری. بعد این پیچ بغل اختیاریه. الان ما اینو با این کوک کردم. بعد کار این چیه؟ کار این پیچ بغل اگر در این سیما ما مثلا یک ذره یک سیمی ناکوک باشه اینو کوک بکنیم اونو جبران میکنیم. حالا یک بار دیگه توضیح میدیم. زیل تیپ بام روت. خب دوباره میاییم، یک دو سه چهار پنج. وقتی که قیچه که ما کوک شد باید یک صدای سنتوری بده. موقعی که سیما رو میزنیم بعد همچنین صدایی باید بده، صدای سنتوری. کوک خیلی زیاده، قیچک 50 رقم کوک میشه، ولی این کوک میگن راستساز یا پلکانی که همه آهنگار میاره. هر آهنگی بزنی با این روش کوک میاره. کوک بیروی فرق میکنه، کوک میانه فرق میکنه، کوک تاش فرق میکنه، گربام شیربام فرق میکنه، کوک ساسوری فرق میکنه، کوک چندین رقم کوک که مالا چند تا بگم براتون. 50 رقم قیچک کوک میشه. همچین کوکی در قیچک هست که قیچک کلان قفل میشه.
بجز شاگردی که پیش استاد باشه بهش راهنمایی کنه انگشتر کجا عمو میتونه بنوازه، هیچ کس دیگه نمیتونه بنوازه. موفق